اینکه یه کرمی بخری که به جای یه تصویر تیپیکال رو درپوشش تصویر خودت روش باشه بامزه است، جالبه. من مشتاق محمدیان با تحلیل خروجی بازار ایران همراه شما هستم. یه برندی اومده میگه تصویر خودت رو به من بده، روی درپوش کرم چاپ میکنم و یه محصول متعلق به خودت میدم. اون برند کامانه. کامان محصولاتش رو شخصی سازی میکنه. شخصی سازی بعضی موقع تو متریال و محتوای محصوله، بعضی موقع تو فرم و بسته‌بندی، کاری که کامان کرده. هر دوتاش هم حال مخاطب رو خوب میکنه. اما اینکه کی برندها سراغ شخصی سازی میرن مهمه. تنوع بالا توی رده محصولی، رقابت پیچیده و سخت و خلق تمایز سخت‌تر. و البته به نظر من زمانی که برندها تصمیم میگیرن قلب مشتریای خودشون رو فتح کنن و یک رابطه عمیق‌تر با مشتری ایجاد بکنن. به نظرم کاری که کامان کرده یه برگ جدید در رقابت با رقبای خودشه. در ذهن میمونه و بازتاب خوبی رو هم میتونه توی سوشال مدیا داشته باشه، کمان که داشته. این ایده اونقدر حرکت مایه‌داری هست که ما درباره‌اش صحبت بکنیم. تو دنیا دست اوله؟ نه. سرویس‌های وب بیس، صنعت پوشاک، صنعت نوشیدنی، خوراک، از این کارا زیاد کردن. اما تو ایران کماکان چشمگیره. همینه که ما تو کافه مارکتینگ نور میتابونیم روی همچین حرکتایی که بیشتر دیده بشه، چون معتقدیم بازاریابی ما به این دست اقدامات بیشتر نیاز داره.